دوستان، آقا ما امروز اومدیم با یه چالش هفته خبیث. الان اینم آس از وسطش در میاد. جدی آس در اومد. به خدا نمیدونستم. واقعا به خدا نمیدونستم آسه. آقا ما اومدیم یه چالش بذاریم. سارا برگشتش گفتش من تو هفته خبیث میبرمت که عمرن 100 سال سیاه نمیتونه منو ببره. میبرم. حالا هر موقع هم تونستی ببری خودم گذاشتم که ببری. و برگشتش گفتش هر کی این دستو ببره اون تعیین میکنه که شامو چی بریم بخوریم. من گفتم آقا اگه من بردم میریم پیتزا میخوریم، اگه سارا بردش میریم چی؟ پاستا میخوریم. من فن پاستام. حالا بریم ببینیم کی میبره. برای شروع کردنش هم خانم مقدم ترم باشه. سنگ کاغذ قیچی. من اینطوری بازی نمیکنم. باشه این لطفم حالا در حقت میکنم میبازم که تو اول بشی. بریم. یک. من میگم. خب تو چرا باید اول بگی؟ چون من خانم مقدم ترم. خب بریم. نه. تو باید بگی. بگو. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. خب سنگ کاغذ قیچی. چی آورده؟ تو بد آوردی. دو بار برو بابا کاغذ آوردم. بد آوردی. نه اون کاغذ قیچی بود. قیچی بود داره. من اینو حساب نمی‌کنم. یک هیچ. خب سنگ کاغذ قیچی. بابا چرا همش اینو میاری؟ تو چرا همش کاغذ میاری؟ چند تایی هستن؟ 5 تایه. خب سنگ 2 هیچ به نفع من. سنگ کاغذ قیچی. چی آوردی؟ موش آوردی؟ سنگ کاغذ قیچی. من 1 2 به نفع تو. 1 2 1. خب سنگ کاغذ قیچی. خب 3 تا. بریم. خب من اول شدم دیگه. 3 تایی بود. 5 تایه. برو بابا 3 تایی. سنگ کاغذ قیچی. 4 تا. سنگ کاغذ قیچی. 5 تا. ممکن. چی من بردم الان میخوادش که پخش کنه چیزا رو. برو بابا یه دونه هم نتونستی. یه دونه هم لطف من بودش که تونستی بگیری. بریم که آره شانس مهارت سنگ کاغذ قیچی. آقا وایتکس. برو بابا وایتکس چیه؟ آقا خود شما بگید سنگ کاغذ قیچی شانس یا مهارته؟ مهارته. آره بریم آقا پخش کنیم و اینا ببینیم کی میبره. اینم به لطف میگم تو ببری مثلا الکی. آقا این دست منه. به نظرتون شانسی داره تو هفته خبیث که بخواد اول بشه؟ اینم چیزه. اینم خاله روی بازیه. دست منه. میبرمت. خنده مکنی. خب نوبت آقا ماهانه. بیا 9 هده. نوبت منه. 8 گیشنیز. خب شاه گیشنیز. تموم شد. همینقدر. الان کلمات هم که نباید بگیم دیگه. کلمات هم نمیگی. ضمیر نداری. بنده گفتم. 2 گیشنیز. بیا یه دونه رو بردار. اوکی. خب بریم که داشته باشیم. الان دوباره ایشونه. دل. آره دل. نوبت بنده است. آره من دل برگشتم گفتم اینم دستم. خب برو. نداری؟ ندارم. بعد کی برگشت گفتن؟ بنده. اول یه چی دیگه گفت. نه نگفتم. الکی نگو. باشه تو ویدیو افتاد. نه وایسا. برو بابا نبود اصلا. دوست عزیز اون کلمه رو گفتی. خب بیا خیلی هم عالی شد. خب بندازم. خب دل گفتم. این یکیش 7 داری؟ خیلی. خب صبر کن 2 تا با جریمه بردار. این بعدیشه. 7 داری؟ خیر. اینم 2 تاش. نداری؟ خیر. تک برگ. 1 2 دست منو ببین تو رو خدا. خب کلمه رو هم گفتی یه دونه هم جریمه بردار. هم دستتو یه نشون بده تو دوربین. دست تموم شد. خالی دست صفر. دیدی هیچ جوره به من نمیخوری. دیدی حالا پاشو بریم پیتزا بخوریم. پاشو. داریم میریم کافه که پیتزا بخوریم. انقلاب از حسابی تا حالا ندیدم. چون خوشگله انقلاب. آره. بای.
خب دوستان ما اومدیم کافه پیتزا سفارش بدیم ولی برگشتن گفتن که آقا مخلفات پیتزا رو تموم کردیم و مجبور شدیم که پاستا رو سفارش بدیم. الان خوشحالی؟ خیلی خوشحالم. خدا خوشحالی. خب حالا تو خوشحال باش. تو بازی رو بردی ولی شرط رو باختی. اشکال نداره، شرط رو به تو ببازم بهتره. خب قشنگ بود. قشنگ بود. بچه اون گربه رو ببینید اونجا نشسته. گربه هم تازه چیز شده، بچه دار شده. آره کلیپش گرفتی؟ بذاری اونم یه تیکر بذاریم. چه این مادر گربه باز دوباره نینی آورده. من همین دیروز سایمان کرده. 3 تا گربه بچه بود بکنم. پشت اون چیزا قایمش کرده. پشت اونجا چیز گلدونه قایم. نه یه چیزی که هستش بری اون سمتی. من شنیدم بچه گربه ها رو اگه بوی انسان بهشون بخورن دیگه چیز نمی‌کنن. دیگه اسمش چیه؟ دیگه گربه ها رو نمیپذیرن. زوم رود. زوم الان اومدی دمون قام. الان اوکیه فکر کنم. خب بریم سراغ پاستا دیگه. ببین چی داریم اینجا. داری کلیپ میگیری؟ آره. میبینی میگم پاستا خوبه تو میگی نه پیتزا. آره خب اما من عوض کرده بودم پیتزا امروز بخوریم. کلا پاستا اینجا خیلی خوبه، اصلا این چیز دیگه است. تو اینجا چی کار میکنی؟ برو گربه اومد اینجا؟ آره بوی پاستا بهش خورده. کلید اسرار این کلیپ چی بود؟ شما فکر میکنی که قوی برنده ای ولی شما بازی رو به کسی که دوستش دارید میبازید. بده 66. بده 66. آره امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این کلیپ. تایمش خیلی کمه، همینجوری دلی گرفتیم و گذاشتیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. بعد تا یک کلیپ ویدیو دیگه بدرود. گودو گربه نمیخواد خدافظی کنه گویا. بدرود.